واقعا تفکیک چهره های تالشی با گیلک، تالش و گیلک امکان پذیر نیست. یعنی هیچ مورد خاصی که در فرم و شکل چهره دوستان باشه من نمیبینم. اما مطمئنا اینجا دوستان تالشی من خیلی حضور دارن. یعنی شب مال اوناست، خانه فرهنگ میزبان اوناست. بنابراین من به همین ضمنی که به همین اینا خوش آمد میگم، در کنارشون گیلکانی هم نشستند که من فکر میکنم که تعدادشون هم کم نباشه. این هم نشینی، این با هم بودن در یک همچین شبی من رو تا عمق اون تاریخ میبره. یعنی اون لایه های عمیق تاریخ رو تا دوره های زمانی اعصار و قرون تا هزارها میبینم. همون زمانی که مورخان شهادت میدن که در این منطقه جغرافیایی گیلان اقوام کادوس بوده، گیل بوده و البته اونا با گل تلفظ کردن، نوشتن و آماردها یا ماردها. و الان هم که ما میبینیم همونا هستند. به جای کادوسا تالشا هستند، به جای گلها گیلکها هستند، به جای آماردها ماردها که بعدها جایگزین شدن دیلمی ها و الان هم اهالی شرق گیلان هستند. بنابراین این همنشینی مربوط به امشب و امروز نیست و خوشبختانه در هیچ کجا اشاره نشده به اینکه یک درگیری میان اقوام باستانی گیلان سراغ داشته باشه. هرچی بوده مودت بوده، دوستی بوده، با همدیگر بوده، همنشینی بوده. منتها در دوره‌هایی از تاریخ گاهی وقتا اقوام این ستیره، من عقیده دارم اینا سه تیره بزرگ هستن از یک قوم، از یک نیاقوم. اما در هر زمانی در دوره‌هایی بعضی ها از اینها قدرت پیدا می‌کردن، اقتدار پیدا می‌کردن و در تاریخ علم می‌شدند. از جمله خود کادوسی ها که الان گفتم تالشی ها جایگزینش هستند، از اعقابشون هستند. و در اون زمان وقتی که از کادوسیه یا قادوسیه نام می‌بردند، اقوام دیگر هم، یعنی گیل ها هم جزو اونا بودند، آماردها هم جزو اونا حساب می‌شدند. این تو تاریخ اومده. زمانی که کادوسی ها تو حاشیه رفتند، در لابلای تاریخ آرمیدند و از گردش تاریخی خارج شدند، البته همزمان بود ولی بعدها آماردها و ماردها و حتی بگم جایگزین اونها دیلمی ها که اومدن سرتاسر شمال ایران شد دیلمستان، دیلمان. در اون صورت هم من گل 3000 سال پیش می شدم دیلمی. تا اون زمان تمدن توی کوهستان بود، تمدن شبانی بود. بعدها با شکل گرفتن تمدن برنج و اسکان از کوهستان به سمت جلگه، این تمدن هم باعث شد که جمعیت اینجا افزوده بشه، به گیلها در صفحات تاریخ رخ بکنند. بنابراین اگر الان ما گیلان رو داریم، این گیلان مختص به گیلک ها نیست، مال تالشام هست، مال رودباری ها و دیلمانی ها هم هست. ما تاریخ رو تحریف نکنیم و بر احساساتمان غالب باشیم. فکر نکنیم که هرچی رو دوست داریم عیناً همون هست. مطالعات ما عمیق باشه. چه بسا گزارشاتی اومده که با اون که الان در این نوشته های ما هست یک مقدار تعارض داره. نکته های دقیقی در لابلای تاریخ هست که مطالعات عمیق میخواد، مطالعات سطحی نمیخواد. خیلی ممنون. جالبه باز ما هستیم که نام گذاشتیم هم به روی خودمون هم به روی همه پدیده هایی که با اون سرکار داشتیم تو زندگیمون.
این نامه رو ما گذاشتیم. هیچ جانوری، هیچ موجودی غیر از ما نام برای خودش یا برای دیگری نگذاشته، نمیتونه بذاره. این مال موقعیه که مغز انسان رشدی کرد، رشد معقولی پیدا کرد، هرچند بعدا خیلی نامعقول شد، تونست انتزاع بکنه. وقتی به قدرت انتزاع رسید آدم، نام گذاشت برای همه چیز. دار که یه واژه خیلی مشخصی بود، تبدیل شد به درخت. خب یعنی همه درخت ها یه اسم پیدا کردن و اون اسم شد درخت. درخت مازو، انجیر، نمیدونم گردو، فلان اینا. هر کدوم از اینا اسمای جداگانه‌ای داشتن. الان هم داریم این رو. الان هم توی اسپانیایی دروگا مثلا هر درخت مازو هست. همه اینها این در توش وجود داره. و خیلی خوبه بدونید در، اینا رو من میگم چون میخوام برسم به همه اسمایی که توی تلاش هست. در پایه و اساس یه صداست. صدایی که اتفاقا شنیده شده. کی شنیده اینو؟ گوش انسان اولیه شنیده. صدای دریدن، صدای پاره شدن، در، این صدا آغاز داره. کلمه داره، کلمه دری که باز میشه. دره است، دریاست. خب دریاست. خیلی جالبه. همه اینا شکافی که بر روی کره اتفاق میفته. انسان از با قدرت انتزاع، اینا همه اونهایی که اون چاله هایی که توشون آب هست میشه دریا. همه اونهایی که شکاف میده زمین رو میاد بالا، همه اونا میشه دار. قدرت انتزاع یعنی این. بنابراین من دغدغه‌ام این هست، الانم کار میکنم راجع به همین موضوع. اتفاقا توی فرهنگی که دارم مینویسم درختان سبزن، یعنی گیاهان، همه رستنی ها سبزن، تمام جانوران قرمزن. اونجا همه موجودات جانوران وحشی، اینا که گفتم قرمز هستن. خیلی چه چیزی دیگه ما داریم؟ سنگ، هر چیزی که ما داریم. ببینید انسان اومده راه افتاده رفته یه جایی رو دیده، از اونجا آب میاد بیرون. آب رو که دیگه میشناخت، آب اصلا زندگیش بود. اومده کنار اون خانه ساخته. اسم اون جا رو گذاشته خونی. شما الان در تالشی میگید خونی. این فقط خونی نیست، یه جایی هونیه، یه جایی هانیه، یه جایی خانیه، یه جای کانیه. توی کردی کانیه، کانیمانگا یعنی چشمه خورشید، یعنی چشمه است. خونی یعنی چشمه است. خانه همیشه با خونیه، چون خانه ها را کنار چشمه می ساختن. ما چرا نباید اهمیت و ارزش رزدار خونی رو بدونیم؟ یا بسیاری از این خونی ها که همه جا هم مرادخانی مثلا گلگیه ما توی رزمان شهر داریم، یا اونی که در سیاکل داریم، درسته؟ لارخونی، خیلی از اینا هست، درسته؟ یعنی خونی و کان و کن خیلی جالبه، از ریشه کندن. پس هم خان، هم خونی، هم خانه، همه اینها میشه چی؟ از کندن میشه. این کندنه که کانال رو درست میکنه. واژه کانال رو که میره توی خارج میشه کانال، تو عربی میشه قنات همون کاناله. من میخوام بگم اونقدر این واژه ها گرانبها هستن، ما نمیتونیم به میل خودمون چون معنای یکی رو نمیفهمیم یا خوشمون نمیاد این رو بگیریم عوض کنیم. در زمان هخامنشیان و قبل از اون سکه ها اومدن اینجا، حدود 3000 سال پیش، 2800 سال پیش اومدن اینجا. در این مسیر از آستارا تا گلستان اینا پراکنده شدن. سکا، ببینید نگاه کنید خوب، سکا تلفظ وقتی میکنیم میبینیم این واژه ها رو در همه جا. این سکه شده سکرسرای محلی همین توی پرسر هست. چرا سکرسرا رو کردن سیغلسرا؟ چه ربطی داشت؟ یعنی اون کدام آدمی بود که میخواست یه معنایی بده به این کلمه، چون سکره رو نمیفهمید، چون نمیدونه سکه ها اومدن اینجا. سکه ها کارشون آهنگری بوده، کارشون فنجان سازی بوده، با آهن یا با چوب یا با گل، با همه چی درست میکردن. اصلا
سکره یعنی جام. تو یونانی هم این کلمه رفته شده اسکیت. همون الان سکه ها رو شما تو همه فرهنگ‌های خارجی نگاه کنید بهشون میگن اسکیت. فرانسویش میشه سیت، انگلیسیش میشه اسکیت. اسکیت ها یعنی همون سکه ها. درسته؟ چطور هست ما اینو سکرسرا رو میکنیم سیغلسرا؟ چطور هست ما سکرونی که کاملا مرتبط هست با سکرسرا و بالاتر از اون پای برزکوه، همین برزکوه درخشانی که ما داریم، اون چشمه اونجا یه تابلوی گنده اونجا زدیم نوشتیم سکرخونی، سکرونی رو نوشتیم. فرق بین وونی رو نفهمیدیم، وونی رو گفتیم خب اینم حتما چون چشمه هم اونجا هست پس این میشه سکرخونی. ببینید وقتی موضوعی رو نمیفهمیم چرا میاییم رو تغییر میدیم؟ یک جایی وجود داره، یک جایی بسیار زیبا و درخشان، آقای اون میراحمد پورشتالله نازنین اونجا نشسته میبینه، اونجا هم خونه داره به نام جونگیریه. حیرت انگیزه، این نام فوق العاده است. جون یعنی جان، یعنی تماما زنده، تماما زنده. شما میدونید جان در فارسی هم یعنی زنده، جون همون جانه. گیریه یعنی کوه، یعنی گریوه، یعنی گردنه کوه. چرا جونگیریه به این قشنگ؟ یه آدمی اومده، من نمیدونم چجوری فکر کرده جونگیریه یعنی چی، جون یعنی چی، گیریه یعنی چی. الان خود همین الان تالشا میگن گیریه، بابا اون به اینم توجه نکرده، خودشون الان به کوه میگن گیریه. درسته؟ این توی همه خیلی از زبانهای شرقی مخصوصا زبانهای هندی اینا هست. همین الان هم ما کوههایی داریم به نام دالگیری، نیلگیری توی هیمالیا. این کوهها وجود دارن. من دور اینا رو گشتم. چطور اون شخص نشستی فکر کردی گفتی جونگیریه که معنی نداره؟ شاید مثلا یه کسی بوده اسمش جهانگیر بوده. حالا جهانگیر که باشه که نمیشه ما بگیم جهانگیریه، پس حتما جهانگیر پادشاه اینجا بوده. اصلا هیچ پادشاهی در این منطقه به نام جهانگیر وجود نداشته ولی اون اختراع میکنه یه جهانگیر. شما تابلوشو برید نگاه کنید، الان توی همون جونگیریه ایشون میدونه اونجا زدن نوشته جهانگیریه. جهانگیریه یعنی وابسته به جهانگیر. جونگیریه یعنی کوه زنده. اصلا شما اون کوه ببینید یادتون میره، شهر و اینا رو فراموش میکنید. واقعا هر کی رفته میدونه من چی میگم. ببینید من الان قصدم اینه که تقریبا 90% این نام‌هایی که الان وجود داره اینجا تالش‌ها درست کردن. تالش‌ها درست نکردن، مردمی که درست کردن همون درست بوده. اون مردم تالش بودن، گیلک بودن، تات بودن، هر چی بودن، همون درست بوده. چطور ما این رو اومدیم عوض کردیم؟ ما چطور فهمیدیم، چطور کشف کردیم، چطور اختراع کردیم یه جایی به نام سومسرا رو کردیم سومه سرا؟ سومه از کجا اومده؟ مگه اینجا سومه ما داشتیم؟ این مضحک نیست؟ خنده‌دار نیست؟ سوم بعد سوما بعد هما بعد اصلا اینا تماما مقدسه در اوستا. همه اینا اومده، نه فقط اوستا اومده، به تمام زبان‌های اروپایی هم رفته. من یکی همه رو اینجا نوشتم. همین الان گیلک‌های ما میگن چی آقای جکتاجی؟ ما خونه که درست میکردیم میگفتیم خونه‌ای با 3 چشمه اتاق. 3 چشمه، اتاق‌ها چشمه بودن، خونه خودش چشمه بود. همین الان لرهای لرستان میگن هونه، به هر اتاق میگن هونه، به اتاق میگن هونه یعنی خونه، به اتاق. البته اتاق خودش از یه ریشه دیگه ای هست، اتاق ترکیه. خیلی ها من میپرسم میگم شما چرا اتاق با ته دسته‌دار می‌نویسید؟ اتاق چرا باید با ته دسته‌دار باشه؟ اتاق یک کلمه ترکیه. اوت یعنی آتش، اتاق یعنی جایی که توش آتش روشن میکنن و ته نقطه مخصوص اونه. اصلا ته دسته‌دار نداره که ترکی، ولی قاف داره. اونو ما نمیتونیم با غین بنویسیم، با قاف بنویسیم. درسته؟ همینطور اتراق با ته دسته‌دار می‌نویسن. چرا؟ اتراق یعنی از اترماق هست، اینم ترکیه، یعنی جایی که
اتورومیش میکنن اونجا آقای نازنین. درسته؟ خب پس همینطوره همین اسمها، همین کلماتی که ما یکی میشناسیم میبینیم تقریبا 90% این اسمها باید عوض بشه. یعنی یه فکری بود، حالا من اینو میگم شاید شما موافقت نکنید، از هشت‌بر خوششون نیومده، گفتن هشت‌بر رو خوب نیست ما اسم یه شهری رو که مرکز تالش هست بذاریم هشت‌بر، چون فکر میکردن 8 پر داره. حالا 8 پر داشت چه اشکالی داشت معلوم نیست، ولی گفتن که اینو عوض کنیم بکنیم تالش. هشت‌بر اصلا ربطی به 8 نداره، عدد 8 نداره. ما زیاد از این 8 داریم. هشت‌بر یعنی آستارا، باور میکنید؟ هشت‌بر یعنی آستارا، یعنی آسارا، یعنی استراباد، یعنی همه، یعنی ستاره. هشت‌بر ایشتر، ایشتور. شما هشت‌بر رو تلفظ میکنید ایشتور، 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 ایشتر، ایشتر ستاره است دیگه. نمیدونستیم؟ چرا جستجو نمی کنیم ما اسم رو پیدا بکنیم؟ من البته دارم این کارو میکنم و ممکنم هست مخالفت‌های زیادی بشه. این رضوان شهر رو با ز نوشتم، الان خیلی از دوستان که اینجا هم هستند همون با ز می‌نویسن. این رو برای فرمانداری استانداری گیلان برای همه اینا فرستادن، برای ارشاد مدیر کل ارشاد برای همه اینا فرستادن، برای ثبت. ببینید ما یه جایی داریم به نام ثبت اسناد، یه جایی داریم به نام وزارت کشور. اینها وقتی میخوان اسما رو میبینن نمیفهمن این اسما چه معنایی داره. یه زمانی شما یادتونه دیناچال رو کردن دنیاچال. چرا؟ چون نمیدونستن دینا یعنی چی. دینا قوی ترین دین که در گیلکی ما میگیم دین یا دینا، یکی از قوی ترین، ما اینا میگیم powerful word، یعنی اونی که بسیار واژه‌ای که نیرومنده، مثل زن دین، دیدن، مثل بستن، اینا همه واژه‌های بسیار قوی هستن. یعنی اینها پخش میشن در جهان، فرهنگ ما رو تعریف میکنن، زندگی ما رو تعریف میکنن، تاریخ ما رو شرح میدن. واژه‌ها تاریخ ما رو شرح میدن، واژه‌ها جغرافیای ما رو میگن. اگر درست ما اون رو به کار ببریم، اگر بریم سراغش، اگر بریم درست پیداش بکنیم، متوجه میشیم چه معناهایی دارن. خیلی وقتا ما کمک میکنیم به مورخان، یعنی یک زبانشناس میتونه کمک بکنه با درست خوندن، با درست دانستن اینها، ولی وزارت کشور داره تاریخ ما رو مینویسه یا جغرافیای ما رو شکل میده، نمیدونه معناش چیه. همونطوری که اسمها رو غلط میفهمه همونجور غلط تلفظ میکنه. ما میگفتیم سقل دکان، درسته؟ سقل دکان یادگار سکاهاست، با سقدها هم ریشه است. خیلی جالبه. ما سقل دکان یه جایی که پر از تیکه‌های آهن و شلوغ و پلوغ و مثل سمساری و اینا هستش. من مادرم خودم اون بچه بودم، اگه خیلی شلوغ پلوغ بود اون جایی که من بودم کار میکردم، اینها به من گفتن چیه سقل دکان چه بوده؟ یه سقل همون سقل با سین و غینه، ربطی اصلا به سقل چیز نداره. چرا اینجا اسم این میدان توی رشت شده سیغلان؟ این سیغلان یادگار سکاها است. این چرا باید با صاد باشه، با قاف باشه، مثل همون سیغل سرا یا سیغلان رودبار ما داریم اینجا، درسته؟ همینجور شما این مسیر رو که میرید پر از سیغل سرا است. این نشون میده پر از سکاها بوده اینجا. سکاها در واقع یک جوری تمدن رو به وجود آوردن. این وسط اومدن قرار گرفتن. اون کوهنشینانی که ایشون فرمودن، اونها می اومدن اسباشون رو اینا براشون نر میزدن، براشون یراق و ستام و فلان اینا درست میکردن. این برم که توی جرگه هم که گیلک‌ها بودن در اون دوره، خب که بعدن این وظیفه رو ترکا به عهده گرفتن، ترکای خلخال و اردبیل و اینا. این وسط اینا اومدن مبادله رو بین این دو تا گروه آسان کردن. خب ما تاریخ رو داریم اینقدر نزدیک به ما، اینقدر ملموسه، چون اون واژه ها وجود دارن. خود اون تاریخ که نمیتونه بمونه، خود اون آدم ها که نمیتونن جسم و گوشت و پوستشون ادامه داشته باشه، ولی واژه هاشون هست. واژه ها همون جانمایه اونها هستن که ما رسیده. در تالش هم
بازنشریاتی دارید که منتشر میشه. من هم به نوبه خودم سعی کردم 4 سال 18 شماره فصلنامه تحقیقات تالش رو بیرون بدم که متاسفانه به همت بعضی از دوستان تالشی ناگزیر به تعطیلی اون شدم. کار فرهنگی کار بسیار مشکلی. ما اگر چونچه تک تکمون در زمینه‌های اقتصادی و تجاری و غیر و اینها فعالیت می‌کردیم، شاید به مراتب موفق‌تر از این زمینه و حوزه‌ای که درش در زمینه فرهنگ کار می‌کنیم بودن. ولی خب کار فرهنگی عشق می‌خواد. کار فرهنگی در ایران هیچ درآمد مادی نداره. نوشتن کتاب، ما کمتر کسی نویسنده‌ای رو در ایران میشناسیم که از طریق کتاب نوشتن، ترجمه کردن، غیر و اینها بتونه اقلاً معاش زندگیشو بگذرونه. در حالی که از کنم آدم‌های مثل واتسلاو هاول و کسانی دیگه که اسامی طولانی داره و حتی نزدیکترینش یکی از دوستان و همکاران سابق من، خانم دکتر آذر نفیسی در آمریکا، با نوشتن یک کتاب ریدینگ لولیتا این تهران بیش از 2 میلیون نسخه به زبان انگلیسی چاپ شد و به 17 زبان ترجمه شد و فیلمنامش خودش نوشت و فیلمش تهیه شد فقط با یک کتاب. با یک کتاب 5.5 میلیون دلار یه خونه قدیمی رو در واشنگتن خرید و بازسازی کرده و الان 10-12 نفر در یک دفتری که تو محوطه اون درست کرده براش کار میکنن برای نوشتن و فعالیت‌های فرهنگی. ولی عجیب جون سخت هستیم ما عجیب جون سخت هستیم در بدترین شرایط، در سخت‌ترین شرایط، با مشکل‌ترین مشکلات دست به گریبان هستیم ولی باز از پا نمی نیشیم. اصطلاحاً چی میگن در عوام به اینجور آدم ها؟ سرته. درسته؟ سرته. ببینید نکات خیلی ظریفی است. استاد به نکات خیلی خوب اشاره کردن. اما این مرثیه رو خوندن کافی نیست. این بحثایی که الان شد که چرا این شده، این یه مرثیه است دیگه. خب ما باید بشینیم دور هم و برای این سازوکاری پیدا بکنیم. عده آدم‌هایی که تو این زمینه کار کردن، تجربه دارن، علمشو دارن، با هم فکری بکنن بدون اینکه نیاز به کمک یک سازمان دولتی داشته باشیم. اینها ما حتی اگر چونچه بتونیم در استان گیلان 100 تا اسم اصلاح بکنیم شاهکار کردیم. 100 تا اسم. حتی در مورد مثلا هشتبر من یه جایی خوندم گفتن این کاخ سردار امجد چون 8 تا در داشته اسمشو گذاشتن هشتبر. من از بچگی بغل این کاخ بزرگ شدم. موقعی هم که داشتن اینجا را تعمیر می‌کردن برای شیر و خورشید، پدر من رئیس شیر و خورشید سرخ بود، من هر روز اونجا بودم. هر دفعه هم که از جلوی رد میشم نگاه میکنم میبینم این کاخ بیچاره درمانده 2 تا در بیشتر نداره. من نمیدونم 6 تا رو از کجا آورده بودن. فرهنگ تالشان و مشارکت‌های اجتماعی در گذر زمان. این مشارکت‌های اجتماعی رو در چند زمینه میشه رصد و ردیابی کرد. مثلا در زمینه‌های کشاورزی، در زمان کاشت، داشت، برداشت، مردم، همسایه‌ها، خویشاوندان به همدیگه کمک می‌کردن که هر کسی به موقع کارشو تمام بکنه. اصطلاحاً به این میگفتن ایمجی.
ایمجی ترجمه فارسیش یاور است، یعنی هر کس که زودتر کارش تموم میکرد یا هر چند نفر، اینها میرفتن به کمک اون کس یا کسانی که یه مقدار کارشون عقب‌تر بود تا به صورت همزمان با هم کار رو تمام بکنن. اینها در مهمانی‌های فامیلی موقعی که برای اولین بار برنج تازه رو نوبر میپختن، میخواستن نوبر بکنن برنج اون سال رو، خویشاوندان نزدیک رو دعوت میکردن، غذای مفصلی درست میکردن و این بهانه‌ای میشد برای اینکه برنج تازه میخوایم بخوریم. اصلا کلا فراموش شدیم، این کلا فراموش شده و دیگه هیچ وقت انجام نمیگیره. تالش‌ها بعد از تموم کردن کار مزرعه برنج در پنجره خونه‌هاشون رو تخته می‌کردن و بعد می‌رفتن ییلاق. هر محلی در قشلاق ییلاق خاص خودشو داشت. هر محل ییلاق خاص خودشو داشت. اما این جابجایی مستلزم زحمت زیادی بود. باید بخشی از وسایل زندگی رو جمع می‌کردن. خب با یکی دو تا اسب هم نمی‌شد. از خویشاوندان و دوستان و هم محلی‌ها هر کی اسب و قاطر اضافی داشت اون روز میومد در اسباب کشی طولانی یک روزه کمک میکرد. اونهایی هم که قبلا به ییلاق رفته بودن اونجا در برافراشتن چادر کمک میکردن. این مشارکت‌های اجتماعی معنا داشت، یعنی به نوعی کارهای متقابلی بود که برای همدیگه در موارد مختلف انجام میدادن اینها. یا مثلا فرض کنید در تهیه غذای بین راهی برای همراهان، یکی برنج میپخت، یکی جوجه میپخت، یکی چغرتمه میپخت. البته خورشتینا نمیپختن برای که مایه بود و میریخت، یا چغرتمه و برنج و جوجه و یک مرغ شکمپر امروز بهش میگن اینا. خب تقسیم میکنه هر کسی به تناسب وسع مالی خودش و امکانات خودش این غذای جمعی رو میمدن در بین راه اون میانبند میخوردن تا به مقصد برسن. اینها قرض دادن حیوانات بارکش به همدیگه برای حمل بار یا حمل درز برنج از مزرعه به انبار برای خرمن کردن غیر و اینا، اینجور مشارکت های اجتماعی زمانی که خرمنکوب یا این ماشینالات جدید که به اصطلاح الان درو میکنن و همونجا میکوبن و همونجا بسته بندی میکنن نبود. اینا همکاری در برپا کردن چادر در مقصد و امکانات اولیه رفاهی تا یکی دو روز اول که اینا جا بیفتن. مثلا اینها یکی دو روز اول قادر نبودن نون بپزن برای اینکه تا اون آتش رو درست کنن، ساج رو درست کنن و خمیر درست کنن و آرد رو باز کنن و نمیدونم نون بپزن. خب همسایه ها دوستان کمک میکردن. مشارکت در ساخت مسکن، مشارکت در مراسم عروسی، این خیلی یکی از جالبترین به اصطلاح مشارکت‌های اجتماعی تالشان بود. 2 هفته قبل از اینکه یک عروسی بخواد برپا بشه، فامیل و دوستان و آشنایان و همسایه ها جمع می‌شدن. 4-5 نفر زن‌های کلانتر فامیل برنامه‌ریز بودن. بعد می‌اومد به رده سنی میان سالا خانم‌ها، اونها در حقیقت کارهای عملیاتی انجام میدادن. کارهای عملیاتی یعنی که این مواد غذایی رو آماده میکردن. بعد میرسید به نوعروسا و دخترای جوان، اینا پیاده نظام این گروه اجتماعی بودن. خب آتیش روشن کن، برنج آب بکش، سیب زمینی سرخ کن، پیاز سرخ کن، گوشت سرخ کن، غیر و اینها. بعد تازه میرسید به جوانها و پسرها که سفره پهن میکردن، پذیرایی میکردن، چای میدادن، شیرینی میدادن. 2 نفر 3 نفر از بزرگان که تو مجلس بودن اولین این بشقاب شیرینی رو میذاشتن جلوی این 2 نفر 3 نفر. اونا با هم مشورت میکردن، میگفتن که سقف چقدر باشه. خب مثلا من یادم هست که 300 تومن اگر چون اون موقع سقف تعیین میکردن، هیچ کس جرئت نمیکرد 350 تومن بذاره روی سینی. اینقدر ما سرگرم شدیم با اینکه گردنه الماس مال خلخال یا مال حسانه.
گردنه حیران مال اردبیل یا مال آستاناست. الان جزء مسائل مطرح دیگه. در ماسال این کوه ها رو من دیدم، عکس‌های ماهواره‌ایشون فرستادن. آقا خواهش میکنم شما اظهار نظر بکنید که این کوه فلان مال ماست یا مال خلخال. ما اصلا به یک موضوعات خیلی پیش پا افتاده سرگرم شدیم، اون وقت مسائل مهمتر اصلا یادمون رفته. مسائل مهمتر یادمون رفته. تالش از ثروتمندترین شهرستان‌های استان گیلانه. تالش از ثروتمندترین شهرستان‌های استان گیلانه. خواهش می‌کنم این دفعه وقتی که این جاده‌های روستایی رو طی می‌کنید دقت بکنید. از هر 10 تا خونه‌ای که می‌بینید 9 تاش نوسازه. از هر 10 تا خونه‌ای که می‌بینید 9 تاش نوسازه. به ندرت شما یه خونه قدیمی می‌بینید. چرا؟ برای اینکه درآمد برنج، درآمد 4500 هکتار کیوی، نزدیک به 9000 میلیارد تومان. این دوتا فقط بالا به غیر از توریسم و عرض کنم که صید و ماهیگیری و غیره، 9000 میلیارد تومان در سال پوز از بیرون پول تزریق میشه به تالش. خب این روند نوسازی هست. من گاهی به قول معروف به اقتضای شغلی نگاه میکنم. در شهر هشبر فاصله میدان نماز تا سر پل 34 تا زیتون فروشی است. خب در شهر هشبر که 55,000 نفر جمعیت داره 73 تا طلا فروشی است. خب اکثر مشتریاشون هم روستایی هستن. برای اینکه کارمند حقوق بگیره، بانک و نمیدونم ادارات که نمیتونه بره طلا بخره. خب اما اون جنبه به اصطلاح تاریک جریان اینه. 5 تا کتاب فروشی داریم که اینها اگر چه فتوکپی نوشته افزار نداشته باشن ورشکست میشن. کتاب کسی نمیخونه، روزنامه کسی نمیخونه. یک سال من آمار گرفتم 1000 نسخه روزنامه میمد به تالش، 700 تاش برمیگشت. خب گریه کردن در مراسم برای خودش، ولی به این وضع باید گریه کرد. در شهر 55,000 نفری فقط 2 تا کتاب فروشی، اونم تا حدودی در از حالا ما بیاییم که بشینیم مرثیه بخونیم، عرض کنم که داد فریاد بکنیم، خیلی خوبه. ولی اقدام عملیش پیشنهاد کردم یه گروهی تشکیل بشن 7-8 نفر بشینن، این اقلا این اسامی رو از دستمون برمیاد. خب هزینه‌ای هم نداره. ما یک بار خونه من تشریف بیارید بشینیم، هر کسی 10 تا 5 تا اسمو بیاره، درست شد، از اساتید از کنم با تجربه میپرسیم، درست رو مینویسیم تا یک نامه ابلاغ. فقط درستش اینه. میخواید درست کنید، میخواید درست کنید.